دکتر محمد سید طنطاوی شیخ ازهر در تفسیر وسیط چی میگه؟ میگه و مذهب الخلف. سعی یکی سلف است یکی خلف. شما کلمه سلف و سلفی و خلف و خلفی رو باید بفهمین. سلف گذشتگان میگن، وقتی که میگن مذهب السلف معنایش مذهب صحابه، تابعین و تبع تابعین، علمای بزرگ اسلام. ابوبکر در سلف است، عمر در سلف است، عثمان در سلف است، علی در سلف است، بلال در سلف است، طلحه، زبیر، اینا در سلف هستند. پس میگه و مذهب، اما خلف چی است؟ این کسایی که باز پسان آمدن و باز اینا چی میگه؟ و مذهب الخلف امی متکلمین تعویل الید بالقدره او النعمه. باز گفت این مردمایی که پسان آمدن دست به قدرت و به نعمت تفسیر میکنن. خب دست به قدرت تفسیر کردی، گفتی ید الله یعنی قدرت الله. بل یداه، دو دستش مبسوطتان است. باز دو قدرت میگی یا دو نعمت میگی؟ بلکه دو نعمتش، نعمت تصنیه میشه، قدرت دو قدرت میشه. العیاذ بالله. باز دیگه مشکل، از یک جوی خود کشیدن در جوی دیگه انداختن، از زیر باران خیستن در زیر ناوششن.